яке аз сабабҳои сар задани бемориҳои сироятӣ дар ин мавсим тағйирёбии иқлим мебошад. омилҳои дигар дуруст нашустани меваву сабзавот, истеъмоли хӯрокҳои шабмонда ва аз муҳлат гузашта мебошанд, ки метавонанд ба дарунравӣ ва заҳролудшавӣ сабаб гарданд. бемориҳои вирусӣ ки ба ихтилоҷи рӯда боис мегарданд, ин гуна бемориҳо аз сабаби нӯшидани об аз ҷӯю ҳавзҳо ва оббозӣ дар он хуруҷ мекунад, که همچنین میتواند به هپاتیت ا دچار سازد. هنگام گرفتار شدن به این بیماری تب بلند، دل بی‌حضوری و درونروی مشاهده می‌گردد. اسهال خونین شدید نیز در این ایام زیاد به وقوع می‌پیوندد. با فرو رسیدن فصل گرما اساساً محیط موافق که در میکروب‌ها میشود، یکی از بیماری هایی که زیادتر وام میخواد بین دیگر بیماری صورتی، این بیماری های شدید معده و روده می باشد یا که بیماری های درونروی. بسیارتر در بین کودکان وام میخواد بیماری درونروی، چون که شخصان کلانسال گیگین غذا رو، گیگین دست رو بسیارتر رعایت میکنند و کودکان گیگین غذا و گیگین دست رو رعایت نمیکنند و آن میوه و سبزیجات هایی که میخوان استعمال نمایند آنها رو ناشسته استعمال مینمایند که آن با آن میکروارگانیسم ها در تماس میباشد. برای پیشگیری بیماری‌های سیرایتی زود شستنی دستان با صابون مخصوصاً پیش از تناول غذا توصیه داده می شود. میوه و سبزیجات را در جای سالقین نگاه داشته پیش از استعمال با آب گرم شسته 2-3 مرتبه با آب خنک آبگردان کردن ضرور است. محصولات گوشتی و شیری باید در یخدان نگاه داشته شوند. خوراک را پس از آماده شدن استعمال کرده به مهلت طولانی نباید نگاه داشت. هنگام معاین نمودن بیماری شدید معده روده، اگر در شما درونروی باشد، قیکنی باشد، به حالی بیمانداری حرارت بالین باشد، اول با توصیه ما به مادران به دکتر اویلوی و یا طبیب سیرایتشناس مراجعه نمایند. در خانه اساساً بیماری شدید معده روده وزنی بیمار از تلفات آب بدن می شود. از همین سبب تا به بیمارخانه مراجعه نمودن از نوشاکی زیاد استفاده برد، بعدا میتواند رگیدرون را در شرایط خانه تیار کرده بسیارتر نوشاند، به خود معالجه دست نزند، به طبیب اویلوی و یا طبیب سیرایتشناس مراجعه نماید، توبت عمیق را میگیرد و خوب سیر میشود. در روزهای گرم تابستان هر یک شخص باید سلامتی خود و نزدیکانش را احتیاط نماید. زیرا انسان همچون ابیکت بیولوژی شرایط معینی فعالیت ارگانیسم را دارد. حرارت هوا نیز نشانداد مهم فیزیکی می باشد که در حاشیه معینی این نشان دهنده ارگانیسم انسان می تواند به طور درست فعالیت کند. پروین سمندرزاده، مهرآوری استم، دوشنبه خبر.